سلام خدمت همه مامانای عزیزی که دیگه بچه هاشون 5-6 ماهن و باید غذای کمکی رو شروع کنن. امروز اومدم با یه غذای مقوی و بسیار خوشمزه که همه بچه ها مطمئنم دوست داره، دختر من که خیلی دوست داره. و شروع غذای کمکی هم مرحله های خاصی داره. مثلا برای شروع باید از میوه هایی مثل سیب، گلابی، موز، هویج، البته هویج میوه نیست ولی میتونیم استفاده کنیم. و برای شروع باید هر غذا و میوه رو که میدیم اول 3 روز تست حساسیت بگیریم. اگه بچه ها حساسیت نکرد مشکلی نداشت میتونیم اون غذا رو بهش بدیم. خب برای شروع بهتره ما از پوره سیب شروع کنیم. دختر من گریه میکنه، یه لحظه. خب پوره سیب یه شروع خیلی خوبه. برای شروع شما یه سیب برای من درشته، یه سیب متوسط رو پوست میگیریم، خرد میکنیم، با 2/3 لیوان آب پزش میکنیم، بعد توی میکسر میریزیم، میکسش میکنیم به غلظت فرنی باشه. برای شروع باید غذای بچه رقیق تر باشه. به غلظت فرنی میدیم کوچولوی عزیزمون نوش جان کنه، مطمئنم از طعمش خوشش میاد. سیب باید حتما شیرین باشه. بعد در مرحله دوم بهش کره اضافه میکنیم. برای شروع فقط سیب خالیه چون بچه باید معدش عادت کنه به غذا. بعد بهش کره اضافه میکنیم، اندازه یه حب قند کره. بعد کم کم بهش یه قاشق غذاخوری، یه قاشق سرخالی برنج اضافه میکنیم. میشه سیب و کره و برنج. خیلی خوبه اینا رو همه رو میکس میکنیم، میدیم کوچولوی عزیزمون میخوره. بعد در مرحله بعد بهش سیب، برنج و 5 تا بادوم که توی آب جوش میذاریم، یه 10 دقیقه اینا خیس بخوره تا پوستش راحت جدا بشه. بعد با یه این چای ساز، من البته اونو ندارم، برای من خیلی بزرگه. با این من بادوما رو رنده میکنم، به شکل پودر در میارم، به پوره سیب اضافه میکنم. بعد وقتی خواستیم بادوم اضافه کنیم دیگه بهش کره اضافه نمی کنیم، میشه بادوم، سیب و برنج. عزیزان به یاد داشته باشید که بچه ها معدهشون تا الان فقط شیر خورده، براشون سخته. باید از 2 قاشق 3 قاشق شروع کنید و کم کم اضافه کنید. از سبک شروع کنید، فقط از سیب خالی کم کم بهش اضافه کنید اینا رو. بعد شما میتونید اینا رو با گلابی هم درست کنید. بعد همیشه بعد دادن غذا حتما بهش آب ولرم بدین تا بچه دچار یبوست نشه. یه راه حل خیلی خوب برای یبوست بچه ها گلابیه. شما گلابی را آب پز میکنین، پوره میکنین، میدین به کوچولوی عزیزتون میل کنه و یبوستش برطرف میشه. و اینو حتما دوباره بهتون میگم که حتما بعد هر غذایی که میدین به بچه هاتون بهش آب بدین. این مقدار آب خوبه، بهش آب ولرم بدین تا یبوست نشه. خب عزیزان من سیب رو پوست میکنم، بادوما رو رنده میکنم، میریزم توی ظرف با 2/3 لیوان فرانسوی، میذارم آب پز بشه، پوره بشه. بعد آماده شده شو میارم به شما نشون میدم. حدود 10 دقیقه یه ربع خوبه واسه پختن سیب. آماده شده شون بدن. ولی برای برنج وقتی خواستیم برنج اضافه کنیم حتما باید 20 دقیقه بذاریم. برنج هم برنج سفید تارم خوش عطر و زود پخته میشه. دیگه بستگی داره به برنج خودتون که چه نوع برنجی باشه، زود پز باشه، دیر پز باشه. من آماده شده شو برای شما عزیزان میذارم. اینم از
پوره سیب و بادوم رو با کره که آماده کردیم. امیدوارم خوشش بیاد بچه هاتون. نوش جان. خدا نگهدارتون.